سرخط خبرهای مهم. فوت یک جوان تاجیک در صدمه کارمندان پلیس روسیه. در ازبکستان صدها زندانی را عفو کردند و هشداری مقامات از استفاده انگیش در پی فوت یک عائله. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی، به برنامه نویدی با نودی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 9 دکبر. در پس منظر خبر آید به فوت دو نفر زن و شوهر جوان در ناحیه رشت در پی زهرآلودشوی از دود انگشت، مقامات پلیس شهر دوشنبه از ساکنان خواستند هنگام استفاده انگشت قاعده‌های بی‌خطری را به طور قطعی رعایت نمایند. به تاکید مقامات دوام چند روز اخیر در مناطق گوناگون تاجیکستان محض در نتیجه استفاده نادرست انگشت در بخاری‌های خانگی و رعایت نگردیدن قاعده‌های بی‌خطری حادثه‌های ناخوش سوختار زهرآلودشوی از جمله به هلاکت رسیدن شهروندان به قید گرفته شدند. فوت دو نفر زن و شوهر جوان در ناحیه رشت در پی زهرآلودشوی از دود انگشت آخرین خبری است که در این رابطه نشر شده است. یک منبع در حکومت ناحیه رشت 8 دکبر به رادیو آزادی گفت داماد و عروس 2 ماه پیش عائله دار شده بودند. شب 5 دکبر هوا سرد می شود و آنها برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده می برند. صبح 6 دکبر نزدیکان داماد در آن می کشایند و معلوم می شود که زن و شوهر از دود انگشت زهرآلود شدند. آنها را به بیمارخانه می برند اما زن و شوهر در راه جان می دهند. جزئیات صدمه مرگبار با اشتراک یک کالارسان تاجیک و ماشین پلیس در روسیه معلوم شد. روز 7 دکبر نزدیک به ساعت 14:45 در کوچه کراسناپرودنای شهر مسکو ماشین پلیس یک کالارسان تاجیک را پخش کرد. نوار صدمه در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. به اطلاع رسانه‌های روسی جوان با نام رحمان که 21 ساله بود با اسکوتر برقی قاعده حرکت راه را رعایت نکرده هنگام عبور پیاده‌گر در چراغک سرخ ماشین پلیس را که با سرعت بلند حرکت می‌کرد پای نبرد. در نتیجه ضربه سخت رحمان به مسافه 30 متر از ماشین دور رفتیده از جراحت‌های برداشته‌اش در جای حادثه فوتیده است. کارمندان حفظ حقوق گفتند که آنها طبق قاعده‌های مقرر شده راه عمل کردند. هر سال تا 1000 تابوتی مهاجران از روسیه به تاجیکستان آورده می‌شود. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می‌شود. طبق امور رسمی در 6 ماه اول امسال نزدیک به 600 جسد شهروند تاجیکستان را با هواپیما از روسیه به وطن آوردند. بانک‌های قزاقستان به بالا رفتن قرب تنگه نسبت به دلار با احتیاط می‌نگرند. در این جایی که طی ماه‌های اخیر قرب دلار آمریکا رو به بالا بود، در یک هفته گذشته اندکی پایین رفته است. بعضی از بانک‌ها دادن پول نقد خارجی را موقتاً باز داشته، بعضی نقطه‌های عوضی ارز خارجی فروش دلار را بس کردند. در تاجیکستان نیز در چند هفته اخیر قرب دلار پایین رفته، روبل موقع خود را مستحکم می‌کند. رجب یوسفی گزارش می‌دهد. در قزاقستان که طی ماه‌های اخیر قرب دلار آمریکایی رو به بالا بود، در یک هفته گذشته اندکی پایین آمده است. حالا $1 در این کشور به کمتر از 500 تنگه برابر است. در گذشته این رقم به 520 تنگه می رسید. بانک ملی قزاقستان سبب‌ها را چنین برشمرد: تقویت پول ملی بیانگر شرایط مساعد بیرونی، سیاست منتظم ماکرواقتصادی و بهبود انتظاری‌های سرمایه‌گذاران است. نرخ جهانی نفت در سطح بالاتر از $60 برای یک بشکه ثابت مانده است. همزمان کاهش نرخ بهره ذخیره‌های فدرالی آمریکا از اول سال به 8.3% سوست شدن شاخص جهانی دلار و 8.3% تقویت یافتن شاخص ارز بازارهای روبرشت مساعدت کرده است. بانک‌های قزاقستان به قوت گرفتن ناگهانی تنگه نسبت به دلار با احتیاط می‌نگرند. بعضی از بانک‌های بزرگ دادن پول نقد خارجی را موقتاً باز داشته، چند نقطه عوض ارز خارجی فروش دلار را بس کردند. به نظر اقتصاددان الدار شمس‌الدینوف، بازیگران کلان باور ندارند که کاهش قرب دلار در قزاقستان دیر دوام می‌کند. عادی کرده گوییم فروشندگان دلار را نگاه می‌دارند چون باور ندارند که استواری قرب تنگه طول کشد و منتظر قرب خوب برای خود میمانند. گذشته از این بسیاری ها همگی 2 هفته پیش $1 را با 520 تنگه خریدند. کارشناسان سبب اساسی بالا رفتن قرب تنگه را نسبت به دلار به وارد شدن سرمایه زیادی خارجی پیوند می‌دهند. بانک ملی قزاقستان خبر داد که از اول ماه اکتبر تا آخر ماه نوامبر امسال خارجی ها به زیاده از 1 میلیارد تنگه کاغذهای قیمت بهای قزاقستان را خریدند.
اقتصاددان ارمن بیسنبایف میگوید که اقتصاد قزاقستان اسیر وضع شده است. ما می توانیم شاهد کم پایین رفتن سطح تورم شویم در مدت 6 ماه یا حتی در 3 ماه اول. این چیز تا ماه مارس سال آینده روشن خواهد شد. بانک ملی با دیدن اینکه سطح تورم پایین می رود، احتمال در 3 ماه اول اعلام کند که برای پایین بردن معیار باستانویل آماده است و این اشاره باعث می گردد پول‌هایی که برای فایده گرفتن وارد شده بودند به بیرون رفتن سر کنند. در همین حال به گفته بیسنبایف ارزش پایین قرب دلار برای قزاقستان فایده آور نیست. بودجه سال آینده در این کشور بر اساس $1 برابر 540 تنگه تهیه شده است. با سبب استواری پول ملی در برابر ارز خارجی، اقتصاد از صادرات درآمدی کمتر به دست می‌آورد، در حالی که افزایش خراجات بودجه همچنان ادامه دارد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. شرکت‌های بزرگ اپل و گوگل با مشتریان خود در ده‌ها کشور درباره تهدیدهای هکری آگاهی فرستادند. اپل گفته است این هشدار روز 2 دکامبر فرستاده شد. درباره حمله و شمار کاربرانی که هدف قرار گرفتند جزئیات داده نشده است. مسئولان شرکت تنها اعلام کردند که تاکنون به کاربران در بیش از 150 کشور آگاهی فرستادند. این حمله ها به اطلاع مسئولان شرکت چند صد حساب اکانت را در کشورهای به مثل تاجیکستان و پاکستان، قزاقستان، انگولا، مصر، ازبکستان و عربستان سعودی در بر میگیرد. اینتلکس شرکت اکتشافی سایبری است و زیر تحریم های حکومتی آمریکا قرار دارد، ولی به گفته گوگل فعالانه به کارش ادامه میدهد. این گونه هشدارها در چند سال اخیر باعث به تحقیق یا تفتیشات رسمی در چند کشور شده است. پرزیدنت ازبکستان به مناسبت روز کنستیتوسیا 615 محبوس را عفو کرده است. در خبرنامه رسمی آمده است که این محبوسان از کرده خود پشیمان شده در روی اصلاح خود بودند. بر اساس فرمان شفقت میرزیویف 220 محبوس از ادای جزا پورا آزاد شده، مهلت حبس دیگران سبکتر شده است. در بین عفو شدگان 29 نفرشان زن، 23 از شخصانی از 60 ساله بالا و 264 تن دیگر افرادی از 30 ساله پایین هستند. در خبرنامه رسمی آمده است مقامات موظف شدند که برای تأمین محبوسان آزاد شده با جای کار کمک کنند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 9 دکامبر خبر می‌دهد. 2 دکامبر سال 2003 رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندرов در شهر مسکو ربوده و در شرایط مرموز به دوشنبه برده شد. محمد روزی اسکندرov با اتهام سوء استفاده از مقام خدمتی، تصرف مبلغ‌های دولتی و راهزنی و فعالیت‌های تروریستی به 23 سال زندان محکوم شد، هرچند خود او به بیگناهیش اصرار می‌ورزد. همتایانش گفتند استرداد و زندانی شدن اسکندرov آغاز روند سرکوبی مخالفان تاجیک بود. 9 دکامبر سال 2018 انجمن بین‌المللی مینرالوگ‌ها دو معدن نوی کشف شده در تاجیکستان را به فهرست جهانی مینرال‌ها وارد کرد. مینرال‌ها با نام فلغرید و بدخشانیت را گئولوگ‌های تاجیک و روس در قلمرو بدخشان و وادی زرافشان پیدا کردند. مینرال‌ها معدن طبیعی میباشند که در استحصال تجهیزات طبی، اسلحه، موشکسازی و دیگر ساحه‌ها استفاده می شود. در تاجیکستان عالمان کشور 30 مینرال نو پیدا کردند. در جهان بیش از 5300 مینرال ثبت شده است. 9 دکامبر را چون زادروز سعدی شیرازی تجلیل می کنند. این شاعر و متفکر عصر 13 زاده شیراز ایران با گلستان و بستانش شهرت یار شد. 6 مصرع غزل معروف او بنی آدم اعضای یکدیگرند روی یک قاله ایرانی نوشته شده است که سال 2005 در یک تالار کنفرانس سازمان ملل متحد آویخته شد. صبح امروز قربی اسعار خارجی به تغییر بوده. 1000 روبل روسی به 117 سومونی، 100 یورو به 1072 سومونی و 100 دلار به 920 سومونی عوض کرده می شود. بانک ملی قربی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تشکر که ما رو همراهی کرده. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.